وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک بعونی الله سبحانه و تعالی ما درسای خود را دوام دهیم از کتاب دروس اللغة العربیه، یعنی درسهای زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با آن حرف نمیزنند. من الجزء الاول، از قسم یکم. درس امروزی ما بعون الله تعالی الدرس السابع عشر، یعنی درس هفدهم. درس هفدهم نیز مانند درس های گذشته برای خود کلمه های نو دارد و همچنین بعضی قواعد. الكلمات الجديدة للدرس السابع عشر، كلمة هاي نو برای درس هفدهم. شركة، شركات، جمعش شركات. رخيص، شركة گفته کارخانه میدر میگن. رخيص ارزان. حمار، خر، جمعش حمیر یا که حمر. دوتا جمع داده، دوتا جمع هست، هر دوی جمعشون چی می باشد؟ جمعی شکسته. بله. قمیص، پیراهن، کرته، جمعش قمصان یا که قمص. این است یعنی کلمه های نو برای درس هفدهم. الدرس السابع عشر، درس هفدهم در اینجا 13 جمله را ذکر میکند. 13 جمله ذکر میکند. مقصد از این درس مبتدا و خبر می باشد. موضوع اساسی این درس مبتدا و خبر می باشد. یک عباره را می خوانیم، بعد به قاعده می گذاریم. ابواب المسجد مفتوحه، درهای مسجد گشاده اند. درهای مسجد گشاده اند. در اینجا ابواب جمع شکسته است، جمع تکسیر. با اون خاطر تنوین نگرفته ایستاده است که مضاف شده ایستاده است. المسجدی با اون خاطر کسره دارد، به خاطر آن که مضاف الیه شده ایستاده است. ابوابو با اون خاطر مضموم است یا که ضمه دارد، زیرا مبتدا است. مفتوحتون به خاطر آن مرفوع است، زیرا خبر می باشد. و با اون خاطر مفرد و مؤنث می باشد، به خاطر آن که مبتدا جمع شکسته برای غیر عاقل می باشد. فهمیدید؟ ما در درس گذشته گفتیم که جمع مؤنث اگر برای غیر عاقل باشد به او معامله کرده می شود معامله مفرد مؤنث. المبتدا والخبر موضوع درس ما. نعم. فالمبتدا هو الاسم المرفوع. مبتدا چیست؟ مبتدا این اسم مرفوع است.
مبتدا چیست؟ مبتدا اسم است. وقتی که ما اسم است گفتیم حرف و فعل استثناء می شود. مبتدا حرف نیست، مبتدا فعل هم نیست، مبتدا اسم است. المرفوع یعنی چنان اسم است که در حالت رفع آمده ایستاده است، یعنی مرفوع می باشد، از زمره یا که از جمله مرفوعات می باشد. العاری عن العوامل اللفظیه، از عاملهای لفظی خالی است، یعنی در پیش او یگان عامل نیست که وی عاملی لفظی باشد و به طفیل آن عاملی لفظی وی مرفوع شده باشد. عامل مبتدا عامل معنوی است، لفظی نیست. خب خبر چیست؟ والخبر هو الاسم المرفوع المسند الیه. خبر او نیز اسم است، در حالت رفع آمده ایستاده است. المسند الیه با مبتدا تکیهگاه می باشد، یعنی با طفیل او مبتدا معناش پره می شود. برای مثال می گویند که زیدون قائم، زیدون قائم. در اینجا زیدون مبتدا است و قائمون خبر. خب یا که از زیدانی قائمان، هر دو زید راستان، راست ایستادند. از زیدانی مبتدا، قائمانی خبر. از زیدون قائمون میگویم، زیدها همشون قائم هستند، راست هستند. اعرابی این سه مثال چنین می باشد: زیدون قائمون، زیدون مبتدأ مرفوع و علامت رفعه، یکی مرفوع بالابتداء و علامت رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. نعم. قائم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. أما الزيدان قائمان این مبتدا و این خبر هر دو مثنی می باشند. مثنی هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في الرفع، صح؟ أو ياء ونون على مفرده عند النصب والجر. أحسنت، بارك الله فيك أخي. الزيداني مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه اسم مثنى، صح؟ قائمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه اسم مثنى. الزيدون قائمون، در اینجا الزيدون و قائمون جمع می باشند. کدام نمودی جمع؟ جمع مذکر سالم. تعریف جمع مذکر سالم رو ما گذاشتیم که هو ما دل على اکثر من اثنین میگید، فقط من اثنتین برای خاطر آن نمیگید که این جمع مذکر می باشد. هو ما دل على اکثر من اثنین بزیادة واو ونون او نعم في حالة الرفع او ياء ونون في حالة النصب والجر على مفرده. هم خلاص. الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم ماذا؟ لأنه مش قلتان لأنه جمع مذكر سالم.
قائمون خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. بعداً بارك الله فيكم میفرماید که والمبتدأ قسمان، مبتدا دو نوع می باشد، دو قسمی مبتدا است. ظاهر و مضمر، می شود که مبتدا ظاهر باشد، نمایان باشد، و مضمر می شود که بجای ظاهر چی باشد؟ ضمیر باشد. جانشین های شخصی را ضمیر می نامند. فالظاهر ما تقدم ذکره، آنچه را که در بالا ذکر کردیم، یعنی آن مثال ها را مانند زیدون، از زیدانی، از زیدونه، اینها چی می باشند؟ اینها مبتداهای ظاهر می باشند. زیدون، از زیدانی، از زیدونه. فهمیدید؟ بعدا دویم قسم باشد، دویم قسم مبتدای مضمر می باشد، یعنی بجای اسم ظاهر ضمیر می آید. و المضمر 12 ضمیرها باشند، 12 ضمیر می باشند که وایها همچون در رول مبتدا می باشند، مبتدای مضمر می گویند وایها را، وایها این چنین می باشند. یکم هو للمفرد الغائب المذکر، هو برای مفرد می باشد، شخص سیوم مردانه، مانند هو قائم. هو قائم در اینجا هو مبتدا است و قائم خبر. هما للمثنى الغائب مطلقا، برای شخصی یا که برای دوگانه می باشد، شخصی سیوم مطلقا به اون معنا گفته شده است که این هم برای مذکر می باشد و هم برای مؤنث، مذکرا کان او مؤنثا. نحو هما قائمان، و هر دو مرد راستان، راست ایستادند. یا که می توانیم گفتن که هما قائمتان، و هر دو زن راست ایستاده اند. سیوم مضمر یا که ضمیر هم لجمع الذکور الغائبین، برای جمع مردانه اشخاصی سیوم می باشند. نحو هم قائمون، و مردها راست ایستاده اند. چهارم هي للمفردة المؤنثة الغائبة، هي برای شخصی تنهای زنانی انا سیوم، یعنی که شخصی سیوم، مانند هي قائمه، و زن راست ایستاده است. پنجم ضمیر هن لجمع الاناث الغائبات، برای جمع زنهای اشخاصی سیوم. نحو هن قائمات، و زنها همه راست ایستاده اند. ششم انت للمخاطب المفرد المذکر، این برای مخاطب، برای شخصی دوم تنها و مردانه است، مانند انت قائم. هفتم انتما للمخاطبين مذكرين كان او مؤنثين، انتما این برای دو نفر شخصان دوم، خواه مرد باشند و خواه زن باشند، مانند انتما قائمان، شما هر دویتان، یعنی خطاب به دو مرد است، راست ایستاده اید. اگر زن باشند انتما قائمتان، شما هر دو زن راست ایستاده اید. هشتم انتم لجمع الذکور المخاطبین، انتم برای جمع مردانه
اشخاص دوم می باشند، مانندی انتم قائمون، شما همه مردان راست ایستاده. انتی للمخاطبة المفردة المؤنثة، انتی برای مخاطبه شخص دومی تنها و زنانه است، مانند انتی قائمه. دهم انتن لجمع الاناث المخاطبات، برای جمع زنانه اشخاص دوم می باشد. نحو انتن قائمات، شما زنها راست ایستاده اید. 11 انا للمتکلم الواحد، انا باشد برای متکلم، برای شخص یکم، هم یعنی مردانه و هم زنانه یعنی یک خیل می باشد، مانند انا قائمون یا که انا قائمه، من مرد راست ایستاده ام، یا که زن میگوید که من زن راست ایستاده ام. 12 نحن للمتکلم المتعدد، نحن برای شخص یکمی بیشتر از یک تا می باشد، یعنی این جمع می باشد. جمع متکلم از 2 تا آغاز می یابد و از 2 تا بیشتر. مثلا نحن قائمون، خواه مرد باشند خواه زن باشند، میگویند که ما مردان و یا زنها راست ایستاده ایم. زنها میگویند که نحن قائمات. همچنین نحن للواحد المعظم نفسه، برای شخص تنهایی که خود را تعظیم میداند نیز به کار برده می شود، طوری که در قرآن می آید. الله سبحانه و تعالی در بسیاری از جایهای قرآن با لفظ ما ذکر می کند. نحن می گوید الله سبحانه و تعالی. این برای جمع نمی باشد، بلکه برای الواحد المعظم نفسه می باشد. نعم. والخبر قسمان، 2 نمود خبر می باشد، مفرد و غیر مفرد. میشد که خبر مفرد باشد و میشد که خبر غیر مفرد باشد. فهمیدید؟ فالمفرد نحو زید قائم، در اینجا قائم خبری غیر مفرد می باشد. بگذار اگر از زیدانی قائمانی باشد، هم در اینجا قائمانی را این شکلی دوگانه می باشد، لیکن این را مفرد می نامند در باب مبتدا و خبر. از زیدون قائمون، زیدها همشون راستا هستند یا که راست ایستادن. قائمون این را نیز در باب خبر مفرد می نامند، زیرا اون مفردی که ما در عدد گذاشتیم وی را در نظر داشتن نمی شود. از کجا می فهمیم؟ برای خاطر در باب مبتدا و خبر مفرد را فهمیدن باید که ما غیر مفرد را از بردانیم. و غیر المفرد 4 اشیاء، غیر مفرد یعنی خبری غیر مفرد 4 چیز می باشد. اگر همین 4 چیز نباشد خبر را مفرد می نامند، خبر را مفرد می نامند. نه، بگذار صورتی خبر چه شخص تنها باشد یا دوگانه باشد یا که جمع باشد. یکم خبری غیر مفرد الجار و المجرور، هر جا که دیدید که بعد مبتدا جار و مجرور خبر شود میگید که غیر مفرد است. مانند زید فی الدار، زید در خانه است یا که زید در حوله است. در اینجا زید مبتدا است، فی الدار جار و مجرور چی شده ایستاده است؟ شبه جمله شده، خبر شده ایستاده است. دویم ظرف، و ظرف نحو مانند زید عندک، زید در نزد تو است یا که زید در نزد توست. در اینجا عنده خبر شده ایستاده است، خبر غیر مفرد. فهمیدید؟
این دو نمودی خبر را، یعنی که هر جا که خبر الجار و المجرور باشد یا که ظرف باشد یسمیان شبه جمله، اینها را شبه جمله می نامند، یعنی که نیم جمله، جمله ناپره. جمله ناپره آن جمله را می نامند که خود مستقل جمله شده نمی تواند. معلوم می شود که پیش از این یگان چیزی هست که این همچون پرکننده آمده است. مثلا زیدون، یعنی سخن ناتمام است. فدار، در حوله است، سخن پره شد، جمله پره شد. همچنین فدار گفته مانم این ناتمام میشه، جمله یک شبه جمله شده است است لیکن سخن ناتمام. یا که عند، در نزدی، ناتمام. بنابراین یسمیان شبه جمله، هر جا که خبر اگر از جار و مجرور عبارت باشد یا که از ظرف، آن را شبه جمله نامیده می شود. نعم. سیوم نمود غیر مفرد، ما گفتیم که خبر غیر مفرد 4 چیز می باشد. یکم الجار و المجرور، دوم الظرف، سیوم باشد والفعل مع فاعله. والفعل هر جا که فعل آمد بعدی مبتدا، فعل آمد، فاعل آمد، این چی می شود؟ این را جمله فعلیه نامیده می شود. مانند زیدون، زیدون، زید مبتدا است، خبری او چی می شود؟ قام ابوه، پدر او برخیست. زیدون قام ابوه، زید مبتدا، قام فعل است، ابو فاعل شده ایستاده است. این فعل فاعل جمله فعلیه شده خبر می شوند برای مبتدا. این نام خبر را چی می نامند؟ یا که این نام خبر را خبری غیر مفرد نامیده می شود. چهارم غیر مفرد و المبتدا مع خبره، هر جا که بعد مبتدا با مبتدا خبر شوند، یعنی یک جمله آید بعدی مبتدا که وی عبارت از مبتدا خبر باشد. مبتدا خبر یک جمله اسمیه تشکیل شده، یک جای خبر برای مبتدای اول می شود. مثلا میگویند که اینا جمله اسمیه می نامند زیدون جاریته ذاهبه، زید جاریه او یعنی پیش خدمتی او یا که خدمتگار او رونده است. جاریته، در اینجا جاریتو مبتدا است، ذاهبتون خبر شده ایستاده است. مبتدا خبر جمله اسمیه شده، یک جای خبر می شوند برای مبتدای یکم ذکر شده. نه. اکنون عباره های صاحب کتاب را می خوانیم. ابواب المسجد مفتوحه، درهای مسجد کشاده اند. در اینجا ابواب مبتدا است بیشک. ما گفتیم که مبتدا دو نوع می باشد، یا که ظاهر یا که مضمر. در اینجا ظاهر است یا که مضمر. میگوید که ظاهر. احسن. مفتوحه خبر شده ایستاده است. مفتوحه خبر باشد، خبر مفرد است یا که غیر مفرد؟ مفرد است. احسن. ما گفتیم که برای مفرد بودن خبر را دانستن ما باید که شناس باشیم به غیر مفرد. هر جا که خبری غیر مفرد، یعنی هر جا که خبر اگر غیر مفرد باشد و این مفرد است، برای این ما غیر مفرد شناختن ما در کار است. یعنی جار و مجرور نباشد، ظرف نباشد، فعل و فاعل نباشد، مبتدا خبر نباشد، معلوم میشده است که خبر غیر مفرد نبوده است و بلکه مفرد بوده است. لمن هذه البیوت الجدیده، این خانه های نو از آن کیستند؟ این خانه های نو از آن کیند؟ در اینجا البیوتو برای چی البیوتو شد؟ میگیم که بدل شده ایستاده است. برای چی الجدیدتو مرفوع است؟ میگیم که
این نعت شده است برای البیوت. این خانه های نو از آن کیستند؟ هی لمدیر الشریکه، ویها. این هی گرچنده که در صورت تنها باشد معنای جمع را در نظر داشته میشد، به خاطر آنکه جمعی که پیش از این ذکر شده است اسم ظاهر، یعنی صحبت درباره البیوت می رود. البیوت جمع تکسیر. جمع تکسیر وقتی که برای غیر عقلا باشد، یعنی برای غیر جاندارها باشد، غیر معامله مفردی چه زنانه کرده می شود. فهمیدید؟ و با او معامله کرده می شود همچنانه که معامله کرده می شود با تنها و زنانه. بنابراین هی آمد، بنابراین الجدیده آمد. هی در اینجا هی مبتدا شده ایستاده است. کدام نمودی مبتدا است؟ مدمر. احسنت. لمدیر شرکتی. چرا مدیری شد؟ به خاطر لام، و لام حرف من حروف الجر، صح؟ مبنی على الكسر لا محل له من الاعراب. مدير مجرور باللام وعلامة جره ماذا؟ كسرة ظاهرة في آخره وهو مضاف. الشركة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. مادام که هي مبتدا باشد لمدیری دوامش چه؟ خبر شده است. خبر کدام نمودی خبر می باشد؟ مفرد یا که مفرد یا که غیر مفرد؟ غیر مفرد آمده ایستاده است. بارک الله فیکم. زیرا اینکه عبارت از جار و مجرور می باشد. هر جا که خبر عبارت از جار و مجرور باشد و شبه جمله شده، خبر غیر مفرد می باشد. بارک الله فیکم. کونوا منتبهین. النجوم جمیله. ستاره ها زیباند. کدامش مبتدا است و کدامش خبر؟ النجوم جمع ثلاثة أنواع الجمع. جمع سالم، جمع مؤنث سالم، جمع التكسير. من أيها؟ جمع التكسير للعقلاء أو لغير العقلاء؟ لغير العقلاء. إذن يعامل هذا الجمع معاملة المفردة المؤنثة. برای همین یعنی که جمیل آمده است. هذا في الهند لغات كثيرة. در هندوستان زبانهای بسیار است. ها در کتابخانه یا که در کتابخانه اند. در اینجا هی چی شده ایستاده است؟ مبتدا. کدام نوعی مبتدا؟ کدام قسمی مبتدا؟ مضمر. فی المکتبتی جار مجرور. خبر مفرد است یا که غیر مفرد؟ غیر مفرد شده ایستاده است، زیرا آنکه عبارت از جار و مجرور می باشد. تلک السرور مکسوره. آن کتها شکسته اند. الساعة اليابانية رخيصة. ساعت ژاپنی ارزان است. هذه الحمر یا که هذه الحمیر للفلاح. این خرها از آن دهقانند. فهمیده؟ در اینجا کدامش مبتدا است؟ ذیهی مبتدا شده ایستاده است. همه خیلی است. الهاء حرف تنبیه مبنی على السكون لا محل له من الإعراب. ذیهی اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع بالابتداء. الحمر يك الحمير ماذا؟ بدل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. أما خلاص
للفلاحي اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الفلاحي مجرور باللام وعلامة جره ماذا؟ كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. الجار والمجرور شبه جملة في محل ماذا؟ رفع، خبر غير مفرد. أين كتبكن؟ أين كتبكن يا أخوات؟ کتاب‌های شما در کجااند ای خواهران؟ هي في الفصل و اینها در صنفند. هذه كتبي وتلك كتب أختي. اینها کتاب‌های منند و آنها کتاب‌های خواهرمند. در اینجا کتب اعرابی او لفظی است یا که تقدیره؟ کتب تقدیری است. به خاطر چی؟ به خاطر مضاف شدنش به یای متکلم. همه خیلی است. نعم. ما معنى الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. دیگرگون شوی آخری کلمه ها را اعراب می نامند. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. لماذا؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. اعراب میشود است که لفظی باشد، میشود که تقدیری باشد. فهمیده؟ در سه حالت اعراب چی میشد؟ تقدیری میشد. اما خیلی للتعذر، للثقل، با چی؟ للمناسبه. کتب در اینجا برای چی شده ایستاده؟ للتعذر، الثقل، المناسبه. برای چی؟ برای مناسبت اومده ایستاده، برای مناسب آمدن حرکت به یای متکلم. نعم. هذه مكاتب الطلاب. اینها میزهای دانشجویانند. في هذا الشارعی میشد یا که في هذا الشارعو؟ شارعو. في هذا الشارعو، في هذا الشارعی. شما چی میگید؟ في هذا الشارعی بدل که میشدنی باشد في هذا الشارعی میشود. برای خاطر که هذا را دیدن در کار. پیش از هذا چی آمده است؟ حرف جر آمده است. معلوم میشه است که ذا در اینجا در حالت جر می باشد، بدل تابع هذا می شود. اما خیلی است. فی هذا الشارعی فنادق کبیره. در این کوچه مهمانخانه های کلانند، بزرگند. نعم. این بود بارک الله فیکم درس های امروزی ما، یا که درس امروزی ما از دروس اللغة العربية. تمارين. الكلمات الجديدة للدرس 17. کلمه های نو برای درس 17. شریکه شکل تنهایش را می نویسد. شریکات شکل جمعش را می نویسد و در آخر معنای مفردش را می نویسد. تمارین. اجب عن الاسئله الاتیه. به سوال های زیرین جواب ده. اگر سوال ها به درس تعلق دار باشند از درس جواب می دهید، اگر تعلق نداشته باشند از نزد خودتان. این الکتب الجدیده. از یادتان نبرد که وقتی که سوال درباره اسم ظاهر می رود جواب باید که به اسم مضمر باشد. هی گفته جواب می دهید. لمن هذه البيوت الكبيرة إلى آخره. الثاني. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. مبتدا را در هر جمله از جمله های می آمدگی به جمع برگردان. مثال: الباب مفتوح، الابواب مفتوحه. در اینجا الباب مبتدا است،
وقتی که آن را که جمع کرده چی دیگرگونه می شود؟ مفتوح دیگر مفتوحه می شود. به خاطر چی؟ به خاطر جمع در اینجا جمع تکسیر برای غیر عقلا بودنش. نعم. الثالث ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة. در جاهای خالی در پایان خبرهای مناسب گذار. معلوم میشد است که مبتدا هست خبر نمیرسد. باید شما با دقت باشد که مبتدا چگونه اسم باشد. البیت جمیل یا که قریب یا که بعید. النجوم بعید نمی شود. برای چی؟ چون که نجوم جمع تکسیر و جمع غیر عقلا می باشد. النجوم بعیده. الباب مفتوح. القلم مكسور. البيوت جميلة. أحسنت. الرابع مشق چهارم هاتي جمع الكلمات الآتية. جمع کلمه های زیرین را بیار، ذکر کن. باب، ابواب، بیت، بیوت، نجم، نجوم، قلم، اقلام. نعم. الأسئلة اذكر تعريف المبتدأ والخبر. تعريف المبتدأ وخبر را ذکر بکن. اذكر 12 ضميرا منفصلا. 12 ضمیر منفصل را ذکر بکن. هو، هما، هم، هي، هن الى آخره. اذكر اقسام الخبر. قسمهای خبر را ذکر بکن. چند نمود خبر می باشد. اعرب ما یاتی. عباره های زیرین را اعراب بکن. زید فی الدار. زید قائم أبوه. زيد جاريته ذاهبة. زيد عندك. میشد که زید قام ابوه گفتن خوبتر می باشد. زید قام ابوه. قائم نیو قام خوبتر می شود. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.